بچه‌ها ورزش حتما بیارین داخل زندگی خود، داخل برنامه شما باشه. ورزش خیلی مهمه، جدا از بحث سلامتی در کل کیفیت زندگی شما رو ارتقا میده. شما وقتی هر روز بخواه هدف مقدارین که حدود نیم ساعت ورزش کنین، جدا از اینکه تناسب اندام خوب به دست میاریم، از لحاظ فیزیکی عالی میشیم، در بقیه صنفای زندگی هم به شما خیلی کمک میکنه. اگه کار دارین، رو کار شما تاثیر میگذاره، چون کیفیت حال شما رو بالا میبره، حال شما رو خوب میکنه. حتما ورزش بیارین داخل زندگی خوب. خیلی شاید بگین وقت ندارم و یا تایم آزاد ندارم، اینا همه بانه خود شما میفهمین. اگه خود رو راست باشیم، خود فریب ندین، کم کم روزانه 20 دقیقه که دیگه 24 ساعت شما مشغولین، حالا 20 دقیقه برای ورزش بگذارین. حالا درسته شما دنبال کارین یا انواع اقسام کارا روزمره دیگه دارین، ولی اصل اینه شما وقتی ورزش کنین حال شما خوب شه، کیفیت حال شما خوب باشه، اونا رو بیتر میتونین به دست بیاریم و کارا خوب بیتر میتونین به انجام برسونین. ولی وقتی خوب کیفیت حال شما خوب نباشه، از پس از او کارا هم بر نمیایین. درسته کار کردن مهمه، پول در آوردن مهمه، ولی خب این مهمتره، حال شما مهمتره. شما وقتی گونی پولم به شما بدن، شما حال شما خوب نباشه، مفتی و گرونه. ولی خب اگه حال شما خوب باشه، اون موقع میگین خب ولی گونی پولم بده، میتونین به نحو حسن استفاده کنین، به حال خوب از پول استفاده کنین. برای حالی که ورزش و سلامتی خیلی مهمه. دیگه ای که اغزر سرنگلی نکنیم تا یک روز به تخت بیمارستان باشیم و اون موقع متوجه شین. کمی آگاهانه فکر کنین، کمی به خود خوب بیاین. جامعه بخی آدم ها جامعه اصلا کاری کردن که ما خورگم کردیم، دیگه ورزش های واقعی فکر نمی کنیم. شب روز دنبال خواسته های کوچیک و اندک و برای پول در آوردن از سلامتی خود مایه مگذارین، در راهی که باید زود سمت موقعی که به سن بزرگ سالی رسیدیم حاضرین کل ثروت خود بدین تا دوباره سلامتی خود به دست بیارین. پس خیلی مواظب خوب باشین. کسی هم نیه که به داد شما برسه، خود شما مگری به داد خود برسه. مردم مشغولن. 99.9% مردم جامعه امروزه دیگه چیز شده ارزش های واقعی. سلامتی اهمیت نمیدن، غذای چرب، مزخرف، فکر نمیکی، نوشابه، چیپس، فلان بیسان، در حالی که نیاز نداره بدنم. نه یک سری چیزایی که نفس خواستار اونایه. و من بدون کوچکترین فکر کردن با آینده که عاقبت خوردن پی در پی تنقلات کار دست ما میده، بدونی که به اینا فکر کنیم خب از اینا استفاده میکنیم. خیلی کم میبینم روزانه کم 1.5 لیتر او مصرف کنن. اکثرا دنبال نوشابه و انرژیزا و اسم انرژیزا و خصوصا در هرال به نام انرژیزا، در حالی که به شدت کافئین داره، داراور او بدن خوش میکنه، کل قند داره، قندهای مصنوعی داره. شاید یک لحظه چون شیرینی کلن موقعی شما استفاده میکنیم مغز دوپامین ترشح میکنه، شاید برای یک چند لحظه احساس حال خوبی داشته باشین، ولی بعد کسل میشین، بی‌حوصله میشین. شما فکر کنین صبح وقت به جایی که 2 تا تخم مرغ جوش بدی، خود 1 لیتر او بخوری که تا شوم انرژی تو فول میکنه، مثل میمونه که تو به یک موتر تل بزنی، تل خلاص شده باشه، تو بزو تل بزنی دوباره و جون میگیره و کلی مسیر برای تو طی میکنه. پس شما موقعی که صبح این غذا مصرف کنین که تخم مرغ خودی و پر از پروتئین و آب مصرف کنین که بدن 99% از آب تشکیل شده، تا شوم انرژی شما فوله. به جای از شما فکر کنین اول صبح که میخوازی یک بسکوت یک نوشابه بخوری یا یک بیسکویت با کل قند و یک شیر پاکیده فراوری شده بخوری، چه سوالی داری؟
شاید همون دقیقه حالت خوب باشه ولی یکی دو ساعت بعد دیگه اصلا تو حال انجام کاری داری، نه، کسل، خسته، بی‌حوصله. پس خیلی مواظب حال خود خوب باشین. و امروز هم چون اکثر مردم مشغولن کسی اینا به شما یادآوری نمیکنه. خود شما باید تحقیق کنین، خود شما باید به فکر خود خوب باشین، به عنوان یک مرد زندگی کنین، بچه گیر بگذارین کنار، ای که مشغول باشین در اکثر کارا و خوشگذرونی و فلان و بیسان. با آینده نگاه کنین. کارهایی که امروز انجام میدین هیچ کمکی نمیکنه. اگه شما از لحظه حال زندگی خود رزینین به خاطر کارهایی که شما قبلا انجام دادین و آینده شما بستگی به کارهایی داره که شما امروز انجام میدین.